امروز روز جهانی مبارزه با بیماری سکته معده سر یعنی اینسولت می باشد. در حالت رخ دادن اینسولت رگ‌های خردترین معده سر تدریجاً می‌کفند و یا خونریزی معده سر به وجود می آید. فشار بلندی، بیماری‌های عصب، مینوشی، قفز شدن خون و یک چند عامل‌های اساسی گرفتار شدن به سکته معده سر را مدیر شعبه عصبی بیمارخانه شهری رقم 1 شریف جان عاقلov شرح داد. سبب‌های اساسیش این استعمال اسید زیادی، خوراک‌های سرغذا، سر روغن، رعایت نکردن رژه‌های مهنت و استراحت، ویرانشوی رژه خوراک‌خوری، اسید زیاد فربه‌شوی، بیماری قند، بیماری فشار بلندی شریان، اتروسکلروز، بیماری رگ و دل و رگ سبب‌هاش ممکن است. معالجه از سن و سال بیمار وابسته بوده رسانیدن یاری اول هنگام رخ دادن سکته نقشی مهم دارد. سکته معده سر بیمار را قسماً یا پوره فلج می سازد. در حالت رخ دادن سکته معده سر بیمار را از جایش جنبانیدن ممکن نیست، زیرا یک حرکت نادرست می تواند حالت شخصی بیمار را وزنین کند. معالجه این بیماری وابسته است یکم از ساعت‌های اولین یاری رسانیدن، دویمش به سن سال بیمار، به جایگیری شوی جای سکته معده، نمودی سکته معده چخیلی که در بالا گفتیم خونریزی یا کمخونی، و چخیلی که میگن قابلیت ارگانیسم یا اینکه به روسی ریسورسی ارگانیسم وابسته کلان دارد. روش بیماری نیز وابسته است به یارمی. اگر در خانه باشد اولش اینکه بیمار رو نجنباندن در کار، وقتی که حالتش استوار میشد بعد انتقال دادن ممکن است. اگر حالتش وزنی باشد به شعبه احیا، بهتر شود به شعبه مغز گردانشی شعبه عصب گذرانده می شود. خفی بیماری اینسولت یا خود سکته معده سر عادتاً سن و سالی بوده آدمانی از 40 ساله بالا به آن گرفتار شدنشان ممکن است، اما تجربه چند ساله ثابت نمود که به این بیماری جوانان نیز گرفتار شده ایستادند. نشانه های اولین سکته معده سر را دکتران بیان کرده تاکید نمودند که دانستن آن مهم است. سالهای آخر خودی سکته معده سر یافت شده ایستاده است. ما به حالتهایی بودند که بیماران 20-25 30 ساله 35 ساله بیماران سکته معده سر که آمدند، لیکن بسیاری بیماری بعد از 40-45 سالگی گرفتار میشن. یکمش کرخشوی و سوشوی نیمتنه، کرخشوی روی، کرخشوی زبان، دشواری سخنرانی، سرچغزنی، درد شدیدی سر، کلافیدن و سست یا بی‌قوت یا بی‌حرکت شدنی نیمتنه یا دست و پای ها میده. نشانه‌های اساسی این بیماری همین است. هنگام اینسولت شدن از طرف طبیبان تشخیص گذرانیده می شود. از روی نتیجه های نمودی سکته معده سر بیمار تحت درمان قرار داده می شود. حالت های می شوند که بیماران بعد از سرگذراندن سکته معده سر قسمتی از بدنشان فلج می گردد. برای برقرار کردن سلامتی بیمار مشق‌های مخصوص فیزیولوژی پیش بینی گردیده است. بعد گذراندن تحلیل های عمومی و بیوشیمیایی ما به بیمار MRT معده سر میگذارونیم. بعد انیق کردن نمودی سکته معده سر ما با آنها داروواری اولا اگر که سکته کمخونی باشد داروواری های خون رو سیاه کردن، غوشه خون رو کم کردن توصیه میکنیم. هر یک شخص میتواند اینسولت را پیشگیری کند. این پیش از همه طرز حیاتی سالم است. به هیجان و اضطراب داده نشدن، از خوراک‌های سخت و سرروغن پرهیز کردن و تنظیم درآوردن رژه کاری و با ورزش بدن مشغول شدن شرط‌های اساسی سالم بودن و از بیماری امین ماندن است. گزارشی سومن حامید و نعیم ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی